امروز 21 ایون است و خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. نجومشناسان توجیک پیشنهاد کردند که عید فیتر روز 26 ایون جشن گرفته شود، ولی قرار نهایی را شورای علمای اسلامی اعلان خواهد کرد. با قول صاحبکاران توجیک و ازبک ساده شدن رفت و آمد به رشد همکاری‌های دو کشور کمک می‌کند. اگر رفت و آمد توسط راه‌های اتومبیلی و گذرگاه‌های مرزی بهتر شود، انتقال مال هم آسان شده و نرخش ارزان می‌شود. علاقه‌larimiz o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. و چرا در میان جوانان سرتراشی با آتش مد شده است؟ این نوع سرتراشی احساسی خاص می‌دهد، زمانوی و خیلی زیباست. جوان توجیکی که در سوریه در تبابت پالکوونیک فیروری گلمراد حلیمов سهم داشت تلاش خودکشی کرده است. محمد محمدیف ساکن 26 ساله شهر دوشنبه که در بازداشتگاه است، ولی ماه مارس سال روان از ترکیه به تاجیکستان استرداد شد. یک منبع از مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت تلاش خودکشی محمد به نتیجه انجام یافت، زیرا مقامات سری وقت آگاه شده از این عمل جلوگیری کردند. کشورهای مختلف اسلامی به جشن عید فیتر و انجام ماه شریف رمضان آمادگی میگیرند. نجومشناسان تاجیکستان پیشنهاد کردند که عید روز دوشنبه 26 ایون جشن گرفته شود، ولی طوری همکارمان میرزا نبی خلیقزاد میگوید تصمیم نهایی را شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان میگیرد. پژوهشگاه نجومشناسی اکادمی علوم تاجیکستان مشخص کرده است که روز 26 ایون یعنی اول هفته آینده عید رمضان در تاجیکستان فرا می رسد. این در حالی است که کشور همسایه تاجیکستان قرقیزستان معلوم کرده است که روز یکشنبه یعنی یک روز قبل از تاجیکستان روز 25 ایون عید رمضان فرا می رسد، ولی در حال حاضر شورای علمای تاجیکستان این مسئله را مشخص نکرده است و در نظر است که فردا یعنی روز 22 ایون در نشست شورای علما روز فرارسی عید رمضان در تاجیکستان معلوم کرده خواهد شد. این در حالی است که اداره افلاک شناسی اتحادیه کشورهای عربی معلوم کردند که عید رمضان در روز یکشنبه صورت خواهد گرفت. امروز رئیس پژوهشگاه استروفیزیک اکادمی علوم تاجیکستان خورسان عبادینوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از بس که در پایان هر ماه و آغاز ماه آینده یعنی در 3 روز فرارسی هر ماه و 3 روز پایان یابی ماه مشاهده کردن ماه نو از دستگاه‌های استروفیزیکی یعنی نجوم شناسی خیلی مشکل است و تنها همین نکته باعث بعضی بحث‌ها در روز فرارسی عید رمضان در میان کشورها به میان میآید. از این رو ما منتظر میشیم که شورای علمای تاجیکستان فردا در نشست خود این تصمیم خود را مشخص خواهد کرد. اون روز هیچ که فراموش کردن نمیتونم. بچه مکشتن، شو مکشتن، اکا مکشتن، بچه اکا مکشتن، سو فراموشیه. خیلی ترسیدیم، میلرزیدیم، خیلی بخورمون رو بقوال میگرتیم، در پری میدودیم که خیلی آیا قفمون رو میسل بردم زویم. رویت مکشن بخور. 3 بچه که نیست صد میموشه مادر میسوزی بچه. گزارش‌های ویژه رادیو آزادی را که به روز وحدت بخشیده شدند در شکل مفصل در سامانه آزادی و سایت ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. برنامه را ادامه میدیم. حکومت تاجیکستان را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پایمال کردن حقوق انسان و محدود نمودن آزادی بیان زیر تنقید گرفتند. از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل دیوید کی شیوه رفتاری حکومت تاجیکستان با خبرنگاران و دیگر اندیشان را به شدت تنقید کرد و از آن خواست که این رفتارش را دیگر کند. من دریافتم که به مطبوعات و خبرنگارانی که درباره مسائل جامعه می نویسند تهدید می کنند. حکومت سانسور کردن اینترنت را هم از جمله بستن وبسایت ها را تصدیق کرد. عین زمان من فهمیدم که تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت می شوند که این همه شهروندان را در خطر می گذارد. putting at risk all citizens of Tajikistan.
دیوید کی که سال 2016 در تاجیکستان بود در گزارشش درباره تاجیکستان سرکوب مطبوعات مستقل، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، تنگ کردن فضا برای عقیده‌های مخالفین را بر ضرر خود هدف‌های حکومت یعنی تأمین ثبات و امنیت در کشور نمود. نماینده تاجیکستان گفت گزارش دیوید کی یک طرفه است و واقعیت را انعکاس نمی‌کند. حکومت بلژیم میگوید از یک حمله جدی تروریستی جلوگیری کردند. شب 20 ایون نظامیان بلژیم بمبگذاری احتمالی را که ظاهراً می‌خواست در پایگاه راه آهن بروسل حمله انتحاری راه اندازی کند بی‌ضرر نمودند. قبل از این شاهدان صدای ترکش نچندان قوی را شنیدند. مقامداران کشور این حادثه را همچون حمله تروریستی عنوان کردند. طاهر سفر با تفصیلات بیشتر. شام روز سه‌شنبه دادستانی فدرالی بلژیم اریک وان سپیت در رابطه با ترکش در پایگاه راه آهن بروسل گفت: ما این حادثه را همچون حمله تروریستی بهاگذاری کردیم و خوشبختانه در پی آن به جز از شخص حمله‌گر کسی قربان نشد. رمی بوناف که در این لحظه قطار را به سمت گنت منتظر بود توانست لنگه آتش را عکس برداری کند. کارمند وокزال نیکولاس وان خیروگن نیز شاهد این حادثه بود. من به ایستگاه فرآمدم مردی را دیدم که بلند فریاد میزد. او درباره جهاد میگفت. یک لحظه پس با ندای الله اکبر جامدانی را که کمی دورتر گذاشته شده بود ترکاند. مردم فرار کردند. من برای همکاران تگمه بانگ خطر را پخش نمودم تا که مردم را از وокزال بیرون کنند. فردی حمله‌گر و نظامیانی که در وокزال نوبتدار بودند پراندند. آنها تخمین کردند که این مرد کمربند انتحاری دارد. در پی این حادثه کسی آسیب ندیده است. پلیس تا به حال هویت حمله‌گر را اعلام نکرده است و جزئیات حادثه را نیز شرح ندادند. برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر دوشنبه روز 20 ایون در نشست اعضای حکومت و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان تاکید شد که در یک سال اخیر میزان گردش مال و کالا میان دو کشور به مراتب افزایش یافته است. اما در عین زمان هنوز مانع‌های به مثل روادید به دو گرفت بیشتر خلل میرساند. فرزان محمدی در جریان همایی شرکت داشت و این گزارش را فرستاد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان میگویند هر دو کشور برای رشد همکاری‌های اقتصادی تجارتی آماده هستند. بنا به اطلاع منابع رسمی در ظرف یک سال اخیر میزان همکاری‌های اقتصادی تجارتی میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی‌سابقه توسعه یافته. گردش مال میان این دو کشور از 12 میلیون دلار سال 2015 تا 70 میلیون دلار در سال 2016 افزایش یافته است. دولت علی سعید معاون نخست وزیر تاجیکستان روز 20 ایون در همایش استحصال کنندگان و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه گفت دلیل رشد مناسبت‌های اقتصادی به بهبود روابط میان دو کشور و برگزاری ملاقات‌های هیئت‌های رسمی، نمایشگاه‌ها و بیزنس فورum‌های صاحبکاران تاجیک و ازبک مربوط است. اولوغبک رازقولوف معاون نخست وزیر ازبکستان ضمن تایید این نکته گفت تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان در شهر دوشنبه در ماه اپریل سال جاری میان شرکت‌ها و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان به مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی قراردادها امضا شده است. صاحبکارانی که روز 20 ایون در همایش استحصال کنندگان و صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند با وجود مانع‌های سنی در پیشبرد کار از جمله وجود نظام روابط میان تاجیکستان و ازبکستان همچون مانع پیشرفت تاکید کردند. Yani hozir kunda takliflar biza berib borganmiz. O'z mahsulotlarimizda ham ما برای ساده شدن انتقال مال و رفت و آمد میان تاجیکستان و ازبکستان به مقامات کشورمان پیشنهادهای خود را ارائه کردیم. حداقل نظام رفت و آمد میان کشورهایمان آسان شود. مالهای خود را اساساً از طریق ماشین‌های بارکش انتقال می‌دهیم. اگر رفت و آمد توسط راه‌های اتومبیلی و گذرگاه‌های مرزی بهتر شود، انتقال مال هم آسان شده و نرخش ارزان می‌شود. aloqalarimiz o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. گرفتن ویزا در خود فرودگاه باشد یا که با ممکن که در مهلت‌های کوتاه گرفتن ویزا این بهتر و خوبتر میشد برای روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان.
در حالی که نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و ازبکستان از ابراز نظر در مورد امکان ساده کردن نظام ویزا میان این دو کشور خودداری کردند، نکروی زبیرزاده رئیس شرکت تاج اینوست کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اعمال دولتی تاجیکستان گفت توسعه بیشتر همکاری‌ها میان شرکت‌های دولتی و خصوصی تاجیکستان و ازبکستان به رفع مانع‌های مصنوعی و ساده شدن نظام روابط مساعدت خواهد کرد. فرزان محمدی در رابطه با پیشرفت و مشکل‌ها در زمینه توسعه همکاری اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان گزارش می‌داد. تلاش‌های حکومت ازبکستان برای برقرار کردن روابط اقتصادی با همسایه کشورها و مسائل بیشتر از این را من با سراج‌الدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی در میان گذاشتم. خوش آمدید به برنامه و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. خب امروز در دوشنبه نشستی صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان ادامه دارد و در دوران حکمرانی شوکت میرزیویف ازبکستان تلاش دارد که رابطه‌های کنده شده اقتصادی را میان کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان برقرار کند و تاجیکستان هم در نوبت خود بنابر منفعت‌های سیاسی همه گونه شرط و شرایط ازبکستان را میپذیرد، هرچند گاهی به ضرر استحصال کنندگان داخلی نیز هست. از نگاه شما این گونه مناسبت‌ها تا کدام اندازه دیر دوام میکند و با منفعت هر دو کشور است؟ به نظر من این روابط بردوام خواهد بود، چون شوکت میرزیویف سیاست بسیار پراگماتیک را انتخاب کرد. فرق او از اسلام کریموف این است که منافع سیاسی خود را به پیش نمیگذارد. برعکس او کوشش میکند که ازبکستان از نگاه اقتصادی پیش برود. خب به هر صورت چون بیش از 20 سال روابط کنده بود و معلوم است که برقرار کردن آنها کاری آسان نیست و یک مثال روشن این راه اندازی خط سیری تاجیکستان و ازبکستان بود که از نگاه ما خواهشمندان رفت و آمد حالا اونقدر زیاد نیستند. فکر میکنید مشکل در چی هست و چگونه میتوان این مشکل ها را حل کرد؟ یعنی استراتژی را درست باید انتخاب کنند. مثلا البته روابط هواپیما را آغاز کردند، ولی این بین تاشکند و دوشنبه شد، نه بین تاشکند و سمرقند یا بخارا که در اونجا مردم تاجیک زبان، تاجیک فارس زبان ها زیاد هستند، بلکه با تاشکند روابط را درست کردند که این البته از نگاه اقتصادی درست نبود به نظر من. تشکر برای صحبت و برای اینکه حاضر شد به سوالهای ما پاسخ بگید. خاطررسان میشیم که در صحبت با ما قرار داشتند سراج‌الدین اسلام، همکاری ما از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید. شکل کامل این صحبت و همچنین گزارش مفصل راجع به روابط بهبود یافته تاجیکستان و ازبکستان را میتوانید در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. رقابت در عالم مود آرایشگران موی را نیز وادار می‌سازد که برای گرم نگاه داشتن بازار خود از ناوگانی استفاده کنند. برخی از آنها دیگر با قیچی و شانه اکتفا نکرده از وسایلی مثل تبر و یا آتش کار میبرند که از نگاه اول دهشتناک و خطرناک مینماید. هرچند در کاشانه‌های حسن تاجیکستان این نوع خدمات هنوز رایج نیست، ولی در روسیه خواهشمندان داشتن مویی که با آتش پز شده است خیلی زیادند. در شهر سنت پتربورگ روسیه سرتراشی به واسطه آتش مد شده است. آلوفته‌های این شهر در یکی از کاشانه‌های حسن نوبت می‌پویند که موی سری خود را نه تنها با پاکو و قیچی و ماشینی سرتراشی بلکه با آتش هم درست کنند. این نوع سرتراشی احساسی خاص می‌دهد، زمانوی و خیلی زیباست. الکساندر منشیکوف نفری که به اصطلاح این تکنیک سرتراشی را اختراع کرده است میگوید توسط آتش نه تنها موی سر را پست میکند بلکه نقش‌آفری هم میکند. این سرتراشی معمولی با آتش نیست بلکه کاری ایجادی است. من به مثل هیکل‌تراش موی‌های زیادتی را کوتاه میکنم. منشیکوف اصلا حقوقشناس است و بعد اختراع شکل نوی سرتراشی کاملا به همین کسب روی آورده است و میگوید قبل از آن که این کاشانه حسن را باز کند خیلی زیاد تمرین کرده است. این سرتراش هیچگاه شعله آتش را از 2 ثانیه بیشتر نگاه نمی‌دارد تا اینکه مشتری نسازد.
این نه تنها آرایش زیبای موی است، خودی جریان کار هم در ذهن مشتریان خاطرات خوب را باقی می‌گذارد. زیرا بیشتری آنها کاری مرا در تلفن‌هایشان نواربرداری می‌کنند و می‌خواهند به دوستان و نزدیکانشان نشان بدهند. با امید خبرهای خوش نشر نوبتی برنامه را انجام میدیم. سپاسگزاریم که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.